دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه یک قطار چهره‌های شناخته کشور و یک بانوی روزنامه‌نگار را به قصد تبادلات دولتی عیبدار دانست و از 8 تا 27 سال زندانی کرد. این در حالی است که آنها خود را بیگناه می‌دانند و خواستار آزادی شدند. از جمله همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم شدند. اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکم رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نور امین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی امنیت به 18 سال زندان و دارایی آنها با فایده دولت مصادره می شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیمov و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف به 8 سال زندان محکوم شدند. ما اولا اینکه امیدواریم به نیکی به انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس. زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور است، دوام 15 سال پدر من در یگان جا کار نکردن، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست. نزدیکان محکوم شده های دیگر به بیگناهی پیوندان خود تاکید کرده خواستار بازنگری حکم شدند. من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل خواهش دارم که این حکم رو بازنگری کنند. برای یک مرد که 72 سال دارد 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است و ما نگفتند. و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدر من همگی در عمرش نه مال گفته است، نه مول گفته است، نه پول گفته است، هیچی. میبینید اینمی خانه دارد، اینمی جای کاریش بود. وقت آخر اینجا میشیشت کتاب میخوند، تحریر میکرد. اینه هم میز خوراک خوریشون است، اونجا هم آشخانه است، خوراک میپختن میخوردن. یک خانه گای میده دارد. جمشید یارف حقوق شناس تاجیک مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن نظام دادگاه های تاجیکستان نامید. چونین تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27 18 بالا با مصادره مال و ملک و اینچنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست، وزبین هست، وحشیانه هست میتونیم گوییم و فقط مقصد ترساندن جامعه است. نزدیکان برخی از این افراد میگویند با دریافت نسخه حکم از آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت میبرند. البته شکایتی که اگر شکایتی کاساسیونی میکنیم و امید به آن میبندیم که در زینه مرحله آینده همین قانون شکنی ها، نقض قانون، آن ناراضیت و آن همه آن کمبودی و آن همه بی‌طرفی ها گویم اثبات گردد و تا این همه همین مشکلات برطرف شود. امید به آینده نیک داریم. شما با بیگناه بودن پدرتان تاکید؟ 100% اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه است. برخی نزدیکان این افراد با نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و یگان نهاد دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهد.